مرحبا. سلام علیکم ورحمت الله. استاد اگر اجازه باشه سوال دیام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحبا. استاد خریدن و فروختن و پوشیدن لباس نایک حلال است یا حرام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، مسئله خرید و فروش و پوشیدن لباس نایک می شود گفت نظر علما در این باره به 4 قسم تقسیم می شود. قسم اول گفتند که حرام مطلقا خرید و فروش لباس های نایک و پوشیدن آن حرام است، تمام انواعش. قول دوم گفتند که مطلقا حلال است، خریدنش هم، فروختنش هم، پوشیدنش هم، تمام انواعش حلال است. قول سوم گفتند که خرید و فروش و پوشیدن لباس های بالاییش حرام است، مانند سرپوش، کرته، هر لباسی که به عضو بالایی بدن پوشیده میشد حرام است. و اما آن لباس هایی که مانند پای افزال، ته پوش، جوراب، شلوار، ازار، اینهایش حلال است گفتم. این قول سوم است. قول چهارم در این باره توقف کردند، سخن نکردند، به سوالهای مردم جواب نگردانیدند. اکنون برای شما دلیل های این 4 گروه را بیان میکنم که به چی دلیل تکیه کرده اهل علم در این باره اختلاف نظر کردند. خلاصه این مسئله نیست که در این علما اجماع کرده باشند که همه با یک آواز حرام یا حلال گفته باشند، بلکه یک مسئله اختلافی است که در 4 قول علما تقسیم شدند. قول یکم آنهایی که گفتند مطلقا حرام است. دلیل چی است؟ گفتند که شرکت نایک نامش را از یکی از الهها، معبودها، یعنی خداهای باطل در نزد یونانی های قدیم یک الهی بود با نام الهی نایک که ترجمهش الهی یاری و به زبان عربی الهی نصر می شود، یعنی الهی که از او یاری می پرسیدن. در زمانهای قدیم در یونان بود خدایی که با نام نایک مردم از او یاری می پرسیدن. و صاحبان شرکت می گویند، اصحاب این قول، که صاحبان شرکت 2 نفر هستند، یکی شاگرد و دیگری استادش. 2 نفر این شرکت را در امریکا تأسیس دادند و اول سال 1964 اسمش نایک نبود. بعد سال 1978 اسمش را به نایک تغییر دادند. صاحبان این قول میگن که مراد صاحبان شرکت این بود که کسی که این لباس ها را پوشیده در ورزش ها، در مسابقه های ورزشی شرکت می‌ورزد تا اینکه موفق شود و نایک برای او یاری دهد. با همین مراد میگویند این لباس ها را اسم نایک گذاشته شد. میگن بنابراین به همین سخن تکیه کرده گفتند که این شعار است، شعار دینی هست، از همین لحاظ پوشیدنش و خرید و فروشش هم اجازت نیست و گفته نمیشد که پای افزالش اجازت هست و سرپوشش اجازت نیست گفته نمیشود. یک بار به قول سوم رد زده ایستادند که میگویند که در اینجا احتمال تحقیر آن اله نیست. میگن اگر احتمال تحقیر آن اله می بود، صاحبان شرکت یعنی در پای افزال و در تحپوش و
در جوراب و این چیزا نمی نوشتند میگن، بلکه آن آدمی که این لباس ها رو می پوشد با بودن این نام فخر می کند. بنابراین در اینجا تحقیر دیده نمی شود، بنابراین تمام انواعش حرام است گفتم. و گفتند که اگر رفت و این نام از لباس روانیده شود یا اینکه لااقل یک حرفی از حرفهای او را کمی تغییر داده شود، البته لفظش دیگر می شود، در این حالت پوشیدنش و فروختنش و خریدنش اجازت هست گفتم. و مشهورترین شخصیت هایی که این سخن را گفته است شیخ محمد صالح منجد و دکتر عبدالله ابن محمد ابن الفقیه الجکنی الشنقیطی، مفتی در مرکز فتوا در شبکه اسلامی در دولت قطر. یعنی از همه شخصیت هایی که می شود نام آنها را نامبر کرد همین دو نفر هستند از آنهایی که حرام گفتند. و دلیل قول دویم که مطلقا حلال است گفتند که الاصل فی البیع الحل حتی یأتی دلیل یحرمه وليس هناک دلیل. اصل در خرید و فروش، مسئله خرید و فروشش گیریم، حلال است تا مادامی که یک دلیل آمده خرید و فروشش را حرام گرداند. الله تعالی در سوره بقره گفت که و احل الله البیع و حرم الربا. الله تعالی خرید و فروش را حلال گردانید و ربا را حرام گردانید. ربا یعنی پرسنتی که میگوییم صراحتا الله تعالی حرام گردانید و خرید و فروش را صراحتا حلال گردانید. اصل در خرید و فروش حلال است مگر آن نوعی چیزهایی که شریعت آمده آن را حرام کرده باشد، مانند خوک، مانند عرق، مانند مواد مخدر، مانند فروختن خودمرده یا خون، آن چیزهایی که صراحتا در قرآن کریم و در سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل آمده است که فروختن آنها حرام است. و در مسئله نهی که یگان دلیل صریح نیست، بنابراین در اصل خود باقی میماند گفتند خرید و فروشش حلال است. و الله تعالی در سوره اعراف با استفهام انکار میگوید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به مردم بگو کیست آن شخصی که الله تعالی آن چیزایی که همچون زینت برای ما حلال کرده است و یا حرام میگرداند، یا طعامهای پاک برای ما، کیست آن شخصی که حرام میگوید. و در مسئله لباس ها هم الاصل فی الملابس الاباحه الا ما ورد النص بخلافه. اصل در شریعت در مسئله لباس این است که لباس ها پوشیدنش، تمام انواع لباس ها اصلا حلال است مگر آن لباس هایی که شریعت آمده حرام کرده باشد، مانند انگشترینی طلا به مردها یا لباس حریر به مردها. دلیل آمد، حدیث های صحیح آمد که حرام است پوشیدنش گفته. و حضرت عایشه رضی الله عنها خیلی که در صحیح بخاری ثابت است گفتند که توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونة عند یهودی ب30 صاعا من شعیر. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیای فانی وفات کردند و حالا آنکه جوشنشان در نزد یک یهودی در گرو به عوض 30 صاع جو گذاشته بودند. یعنی پیغمبر علیه السلام پیش از وفاتشان رفتند به نزد یک یهودی، در مدینه یهودا زندگی میکردند، از او 30 صاع جو قرض گرفتند، پولی نقد نداشتند، به نسیه 30 صاع جو گرفتند. 30 صاع یعنی میشد از 70 کیلوگرم تا 90 کیلوگرم، یعنی اطراف همین جو قرض گرفتند. و درعه مرهونه، و جوشن خود را در نزد یهودی همچون گرو گذاشتند. گرو یعنی
به زبان روسی زلاک. جوشن از 30 سا قیمت است. رفت و اگر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پول جو را ندهند، او جوشن را می فروشد و حقش را می گیرد. جوشن را گذاشتند و 30 سا جو را گرفته آمدند. برای چی پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را کردند؟ حالا آنکه الله تعالی در قرآن کریم خیلی از وصفهای یهودا رو به ما بیان کرد. از جمله در سوره مائده سبب لعنت کردنش را بیان کرده، گفت که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به سبب آنکه یهودان عهد و پیمان خود را می شکستند ما آنها را لعنت کردیم، گفت الله تعالی. و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب آنها را قلبی سخت گردانیدیم، قلب آنها نصیحت را قبول نمی کند. این یک بلا هست. یحرفون الکلمه عن مواضعه، سخنهای الله تعالی را تغییر می دادند، حرفهایش را تغییر می دادند، معنایش را تغییر می دادند، کلمه ها را تغییر می دادند، معنا ویران می شد. و نسوا حظا مما ذکروا به، و از آن علمی که داده شدن آن را فراموش کردند. علم نعمت است از جانب الله تعالی. وقتی که انسان گناه کی کرد الله تعالی محروم میکند. و در سوره نساء یک چند باز صفاتهای یهودا را بیان کرد که پیامبر علیه السلام از آن صفاتها آگاهی داشتند. الله تعالی گفت که فبما نقضهم میثاقهم، به سبب آنکه آنها عهدهایشان را میشکستند، و کفرهم بآیات الله، به سبب آنکه آنها به آیات الله تعالی کافر می شدند، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و به سبب آنکه یهودان پیغمبران الله تعالی را ناحق می کشتند، و بکفرهم، و به سبب کفر مطلقشان اونا کافر بودند، و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و اینچنین به قولشان در حق مریم علیه السلام بهتان عظیم تهمت میکردند. الله تعالی در 30 جای قرآن کریم در 30 آیت 33 مراتبه نام مریم را گرفته است. یگانه زنی که در قرآن نامش ذکر شده است این مریم است. و الله تعالی در قرآن به پاک بودن مریم ثنا فرستانیده است. مریم را زنی پاک وصف کرده است، یهودا در حقش تهمت کرده. الله تعالی پاک گفت، آنها گفتن ناپاک است به سبب این قولاشان. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، این چنین قولهای یهودا که ما عیسی را پسر مریم را به قتل رسانیدیم گفتند. الله تعالی چی گفت؟ و ما قتلوه، به قتل نرسانیدند، و ما صلبوه، چارمیخ هم نکردند، ولکن شبه لهم، لیکن برای آنها یک آدم دیگر مانند کرده شد. الله تعالی صورت چهره حضرت عیسی را به یک آدم پرتافت، آنها فکر کردند که همین آدم عیسی گفته، آن را به قتل رسانیده چارمیخ کردند. آنها عیسی را چارمیخ نکردند. و این چنین الله تعالی در دوام آیات میگوید که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، به سبب ظلم یهودی ها که بسیار ظلم میکردند ما چیزهای پاک را برای آنها حرام کردیم، چیزهای حلال و پاک را حرام کردیم که در شریعت ما این گونه چیز نیست که الله تعالی یک چیزی حلال و پاک فایده‌ناک را به ما حرام کرده باشد. هرگز. هر چیزی که الله تعالی حرام کرد در وی برای ما ضرر است، و هر چیزی که حلال باشد، فایده دار باشد، چیزی پاک باشد، الله تعالی وی حلال کرد برای امت اسلام. اما برای یهودی ها همچون جزا و همچون امتحان چیزهای فایده‌ناک را هم حرام گردانید. و این چنین الله تعالی یک وصف دیگرشان را ذکر کرده، گفت که و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، یهودان راه دین الله تعالی را پیشش را می گرفتند، مردم را از مسجد منع میکردند، از تعلیم علم شریعت منع میکردند. هر راهی که مردم را به دینداری برده میرساند پیش آن راه را میگرفتند به سبب این عملهایشان. و اخذهم الربا وقد نهوا عنه، و این چنین به سبب رباخوریشان، حالا که الله تعالی ربا را حرام کرده است. ربا برای یهودان هم حرام بود، گرفتنش، دادنش، همش حرام است. کسی که مال خود را
به ریبا میدهد. کسی که از مردم ریبا میگیرد، پرسنت میدهد، پرسنت میگیرد، اینها ملعون هستند، لعنت شده هستند. و یهودان هم همین گونه بودند. به سبب آنکه آنها ریبا خور بودند، الله تعالی آنها را لعنت کرد. و اینچنین و اکلهم اموال الناس بالباطل، مال مردم را باطل ناحق میخوردند. پاره، زندگیشان از روی پاره بود، از پگاهی تا بگاهی فقط پاره میخورند. مثلا مال مردم را سحت و ناحق میخورند. به سبب این هم الله تعالی آنها را لعنت کرد. این گونه وصف ها را الله تعالی در حق یهود بیان کرد. با وجود این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ها را ترک کرده رفته از یهودی قرض گرفتند. مات النبی صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونه عند یهودی. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا وفات کردند و جوشنشان در نزد یهودی باقی ماند. قرض را ادا نکرده از دنیا گذشتند. سپس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضاه رفته پول آن جوهر را داده جوشن مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که به آن بدن مبارک رسیده است، او را از نزد یهودی گرفته آمده. برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها را ترک کردند و رفته از یهودی قرض گرفتند؟ تا اینکه تمام امت اسلام، تمام مردم بداند که اصلا خرید و فروش با کافرها حلال است. این اصل است. داد و گرفت، خرید و فروش، سودا اصلا با کافرها اجازت است. این تکیهگاهی آن آدم هایی که گفتند که خرید و فروش نایک و پوشیدن لباس او حلال است گفتند. و بر دلیل قول اول جواب داده گفتند که اسم نایک اسم شرکت است، نه اسم آن الهی مذکور. و اکثر اهل زمین نمیداند درباره این گونه اله معلومات ندارد، ولا یعبأ به، پروا هم ندارد. وقتی که مقصد لباس نایک را میبینید، با برابر دیدن لباس نایک یک اله با نام نایک در تصوری مردم پیدا نمیشد گفتم. و یگان آدم نیست در روی زمین گفتند که امروز اله را با نام نایک پرستش کند و عبادت کند. بنابراین نایک اسم این شرکت هست و برند همین شرکت است که لباس های ورزشی استحصال میکند گفتند. و در ملتقای اهل حدیث آمده است که اسم نایک این اسم اله است، نه شعار. لیکن واقعا راست میگوید، این شعار نیست. اون عالم هایی که گفتند که نایک شعار دینی هست گفتند نایک واقعا شعار نیست، نایک اسم است، نامی. اگر همان اله باشد و واقعا طبق یعنی که بر همان اله، لیکن اینا نصرانی هستند صاحبان شرکت تا جایی که معلوم است. اما این اله در یونان است، بود در زمانهای قدیم و این اسمی اله هست، نه رمز. رمز یعنی شعار چیست؟ مثلا صلیب، کریست، این رمز است، این شعار دینی هست. با برابر دیدن رمزی کریست، صلیب در یک آدم، هر یک انسان، آن 8 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکند، میفهمد که همین آدم نصرانی هست وقتی که صلیب را در گردن او مثلا میبیند یا در لباس او. برای چی؟ برای اینکه صلیب رمز دین مسیحیت هست. او نام دینی مسیحیت نیست، او شعار دینی هست. اونها گفتند که اگر نایک شعار دینی باشد حرام است گفتند. نایک شعار نیست. وقتی که نایک را در یک مسلمان میبینید فکر نمیکنید که این بنده عبادت کننده نایک است یا اینکه دیگر شخص را حتی بینید هم. خلاصه یعنی این قولی با قوت است که و این قول واقعا هم درست است که نایک اسمی همان اله است، نه شعار دینی. فرق شعار و فرق نام را فهمید. شعاری مانند صلیب است. صلیب پوشیدنش، نگاه داشتنش، اگر در یگان چیزی شما در خانه‌تان صلیب باشد باید شکنید،
پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن به شکستن صلیب اگر در شکل هیکل باشد و در شکل دوختگی باشد، یک طرفش را اقلا انسان اگر از 4 طرف دارد یک طرفش از بین رواند، رمزی صلیب از بین می رود. یعنی حرام است صلیب. صلیب انیق ممنوع هست با اجماع علما. نگاه داشتنش، بر لباسش پوشیدنش حرام است، برای اون که وی واقعا رمزی دینی هست. با برابر دیدن صلیب در بدن یک شخص به ذهن دینی نصرانیت می آید، اما نیک نیست. و در همین جا در ملتقای اهل حدیث یک شخص نقل کرده است از شیخ عبدالله سعد محدث. این کس برای ما استاد می شوند و به استادان ما هم استاد می شوند. استاد ما شیخ عبدالمحسن قاسم در نزد این شخص و دیگر استادان ما در نزد این شخص علم گرفتند. شیخ عبدالله سعد محدث هستند و یکی از عالمای بزرگ هستند. یک برادر از شیخ نقل کرده است. البته در مسئله نیک برادرای عزیز در کتابها معلومات نیست. برای چی؟ برای اینکه مسئله معاصر است، مسئله نوازل است، مسئله نو است. برای اینکه سال 1964 تأسیس داده شده است، مسئله نو است و مذهبی طایفه از علما در مسئله های نو سخن نکردن است تا واضح و روشن شدنش است. بنابراین در کتاب ها معلومات کم است. آن چیزی که یافتم از آنهایی که حلال گفتند، این سخنی یعنی از شخص های مشهور شیخ عبدالله سعد است و این پیشتر گفته شده است، لیکن در یگان جا برخلاف این سخن نشر نشده است که عبدالله سعد حفظه الله رد زده باشند که من این گپ رو نگفتم گفته رد زده باشند. نیست. یعنی یک شخص از عبدالله سعد نقل کرده است که شنیده است که شیخ عبدالله سعد گفتند که این گونه شعارها و نامها اگر در لباس باشد باکی ندارد گفته باشند. یعنی مشهورترین شخصی که حلال گفتند و اجازت است گفتند می شود عبدالله سعد را ذکر کرد. این بود قول دویم. یعنی قول دویم شخصیت هایی که گفتند که حلال است گفتند، خریدنشم فروختنشم. برای چی؟ برای اینکه وای لباس در شخصیت لباس، یعنی در اصل لباس یگان چیزی حرام وجود ندارد، اون متاع هست. فقط یگانه مسئله همون اسمش هست، نیک. بنابراین گفتن اصل حلال است مادامی که یگان دلیل قطعیه که آمده حرام نکند. قول سیوم آنهایی که گفتن که لباسهای بالایش حرام است و لباسهای پایانیش حلال است گفتند. برای چی حرام است؟ برای اون که گفتن که مادامی که ثابت شده باشد که یا ثابت شود که یعنی عنیق شود که هیچ کسی عنیق گفته نمیتواند که برای چی مخصوصا نام نیک را انتخاب کردن. آیا در حقیقت تبرکاً به نام آن الهی باطل که در یونان قدیم بود آیا به همان تکیه کرده این نام را گذاشتن یا نه؟ کسی نمیداند دقیقاً. بنابراین گفتن که اگر در حقیقت به نام آن اله گذاشته باشند ما اجازت نمیدیم که شخصی مسلمان نام آن اله را بردارد به بالا، در سرش و در لباسهاش پوشد گفتن. لیکن به لباسهای پایانی، به ازار و تحپوش و پای افضال اجازت هست گفتن، برای اینکه در این صورت تحقیر آن اله هست. ما او را زیر پا میکنیم و با آن پای افضال ها به حاجت خانه ها میدرویم، با آن اله زیر پا شده است. گفته با همین اجتهاد اجازت گفتن. یعنی این می شود از همه یک آدمی که گوییم این سخن گفته است که مقصد کم و بیش یگان طالب علم شناسد، شیخ با نام عبید جابری همین سخن را گفته است. دیگر نمی شود دیگر شخص ها را نامبر کنیم که همین گپ را گفته باشد و آن چیزی که یافتیم همین است. قول چهارم قول توقف، یعنی در این مسئله سخن نکردن و این 99%
علمای اسلام هستند. 99% علمای اسلام در این باره سخن نکردند. یک قسمی از آنها اگرچه سوال همه لیکن پرسیده شدند برادرها. یگان عالم یا طالب علم نباشد در دنیا که از همین مسئله پرسیده نشده باشد. ببینید این سوال را شاید هر یکی شما دادگی هستید. این سوال بارها به ما آمده است و برای دیگر طالب علم و علما بارها آمده است، لیکن برای چی جواب ندادند؟ یگان تکیهگاه، یگان دلیل برای جواب ندادن هست. بعضی آنهایی که از این مسئله پرسیده شدن جوابهای عام دادند. صراحتا نگفتند که نیک حلال است یا حرام است، بلکه گفتند که اگر شعار دینی باشد حرام است، اگر شعاری فقط برندی یک شرکت باشد حلال است. گفته همین گونه جوابهای عام دادند. سوال درباره نیک است، جواب عام است، صراحتا جواب نیست. و اکثر علما عموما در این مسئله سخن نکردند. برای چی؟ برای آنکه الله تعالی در سوره نحل میگوید که ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. هر چیزی که زبان شما وصف میکند بدون علم با زبانهایتان همچون دروغ این حلال و آن حرام نگویید. لتفتروا علی الله الكذب، نشود که به از نام الله تعالی دروغ بافید. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آنهایی که از نام الله تعالی سخنی دروغ میبافند آنها رستگار نمیشوند، آنها نجات نمییابند، آنها موفق نمیشند. یعنی از نام الله تعالی حلال یا حرام گفتن خیلی گناه عظیم است اگر به علم باشد. بنابراین علما واقعا کسی اگر عالم باشد میترسید. الله تعالی هم بسیار مرتبه گناهی بدون علم سخن کردن را در قرآن کریم همسایه شرک ذکر کرده است. در سوره اعراف الله تعالی میگوید که و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. از همه بزرگترین گناه این که به الله تعالی چیزی را شریک قرار دهید و این که از نام الله تعالی بدون علم گپ زنید. اگر از نام الله تعالی علم دارید واجب است که آن علم را بیان کنید. اگر علم ندارید واجب است که سکوت کنید. ندانید باید سکوت کنید. واجب است سکوت کردن. خطیب بغدادی رحمت الله علیه و یوسف ابن عبدالبر رحمت الله علیه از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل کردند که حضرت عبدالله ابن مسعود صحابی پیامبر علیه الصلاة و السلام می گفتند که من افتى الناس فی کل ما یستفتونه فهو مجنون. کسی که مردم رو در هر چیزی که میپرسن اگر جواب دادن گیرد، فتوا دادن گیرد، دیوانه است. آدمی با عقل به همه سوال جواب نمیدهد. و سحنون ابن سعید رحمت الله علیه گفتند که اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما. جسورترین مردم در فتوا کمترین آنها در علم. یعنی کسی که اگر علمش کم باشد در فتوا جسور میشد. در هر چیزی که پرسیده شد به مردم جواب دادن میگیرد. یکون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن ان الحق كله فيه. در نزد یک آدم یک باب از بابهای علم میشود گمان میکند که تمام حق در نزد اوست. در یک جا شنیده است که حرام است، تمام گوش مردم را کر میکند. نمیداند که این مسئله دیگر پهلوها دارد. و عثمان ابن عاصم تابعی رحمت الله علیه میگفتند که این احدکم یفتی فی المسئله. به مردم تابعین و تبع تابعین میگفتند که شما در بعضی مسئله ها فتوا میدهید لو وردت علی عمر لجمع اهل البدر. اگر همین سوال کسی به حضرت عمر میداد اهل بدر جمع میکرد. یعنی همین سوال اگر به شما داده شود در حال جواب میگویید. حضرت عمر و اگر همین سوال داده میشد آن آدم هایی که به جنگ بدر اشتراک کردند که اینها بعدی پیغمبرها بهترین شخصیت ها هستند، 300 و چند نفر هستند، آنها را جمع میکرد در یک جا.
سپس این مسئله را به آنها میپرد و فکر آنها را میگرفت. سپس به خلاصه می آمد. لیکن شما اگر پرسیده شوید در حال جواب میدید. از همه عجیبش آن آدم هایی که علم ندارن مطلقا الف را از با فرق نمی کنن، در همین خیل مسئله ها خوض میکنن، یعنی بدون دلیل در مابین دریا به وجودی بدون آنکه آنها شنا کرده میتونن برای میپرتاین خودشان را، حالا هم که تخصص آنها نیست. ببینید عمر شخصیتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بعدی من پیغمبر میشد عمر میشد. گفتن هر یک امت یک شخصیت های داشت که اگر سخن کند به سخن الله تعالی موافقت میکرد و اگر در امتی من یگان آدم همین خیل باشد فهو عمر. گفتن این عمر است. میگوید که وافقت ربی فی 30 موضعا، در 30 موضع پروردگارم را موافقت کردم، در 30 جای به الله تعالی موافقت کردم. چگونه؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده مصلحت میدادن، الله تعالی به مثل سخن عمر آیات نازل میکرد. از جمله گفتن که یا رسول الله به خانه شما هر یک مرد و نامرد می آید، وقتی که به نزد شما می آید زنهای شما را می بیند، امر کنید زنهای خود را که رویهایشان را بپوشند. بعد از آن الله تعالی امر کرد که زنهای پیغمبر و زنهای مسلمان ها رویهای خود را بپوشند. ببینید در 30 جای قرآن کریم موافقت کردم. حضرت عمر آمده مصلحت می دادن، آیت نازل می شد طبق سخن حضرت عمر. همین سوالی نیکم اگر به حضرت عمر داده می شد و حضرت عمر در این زمان زنده می شدن، باور کنید این گپی تابعین است. شخصیتی که حضرت عمر را دید است و از عادت حضرت عمر به مردم نقل دارد، حضرت عمر اصحاب بدر جمع می کردن و حضرت عبدالله ابن امام احمد پسر امام احمد که مسند امام احمد را از پدرش روایت کرده بود، یکی از عالمان بزرگ بود، میگوید که کنت اسمع ابی کثیرا یسأل عن المسائل فیقول لا ادری. بسیار حالتهای میشد که همراهی پدرم بودم، مردم پدرم را از مسئله ها میپرسیدند، جوابش لا ادری بود، نمیدانم. و یقف اذا كانت مسئله فيها اختلاف، اگر مسئله اختلافی باشد از سخن گفتن خودداری میکرد. ببینید حضرت امام احمد امام اهل سنت و الجماعت، شخصیتی که در جنازش 1,600,000 نفر اشتراک کرده است دین مقدس اسلام، بلکه بعضی عالم ها گفتن که تا روزی که امام احمد از دنیا گذشت، از روز وفات حضرت آدم علیه السلام تا روز وفات امام احمد یگان جنازه نشد است در دنیا، نه جنازه کافر نه جنازه مسلمان که 1,600,000 آدم اشتراک کرده باشد. حضرت امام احمد بسیار عالم بزرگ بودند، لیکن بچه‌شان عبدالله ابن امام احمد میگوید که اگر مسئله اختلافی باشد پدرم سخن نمی کردن. یعنی کمی اگر شبهه داشته باشد میگفتن که علما را بپرسید. و ابن الجوزی ابوالفرج ابن الجوزی رحمت الله علیه در کتاب صید الخاطر خود گفتن که قول آن شخصی را ذکر کردن که من قال لا ادری فقط افته، کسی که من نمیدانم گفت و هم فتوا داده استم. بنابراین ما گفتیم که در این مسئله 4 قول است گفتیم و قول چهارم هیچی نگفتیان. یک از گفتنش ممکن که این عالما هیچی نگفتیان کو بی‌طرفند، کو بی‌طرف در این مسئله ها وزن دارد. با ببینید 90% زایدتر علما میشود گفت 99% علما در این باره گپ نزدن. من قال لا ادری فقد افته، کسی که من نمیدانم گفت فتوا داد است. عبدالرحمن ابن مهدی این کس شیخ امام احمد، استاد امام احمد، شاگرد امام مالک رحمت الله علیه،
میگویند که در نزد مجلس امام مالک قرار داشتیم و در نزد امام مالک شاگردانشان، استادان امام مالک در نزد مجلس امام مالک می نشستند. بزرگان در نزد مجلس امام مالک می نشستند. جلست بین الهادی و المهدی و الرشید. یک شخص میگوید که من در نزد خلیفه مسلمان ها هادی، مهدی، هارون الرشید نشستم. اون هیبتی که در نزد امام مالک دیدم در نزد اون خلیفه ها ندیدم. و در مجلس امام مالک مردم یتزاحمون، زحمه میکردن، یعنی جای خالی نبود، تلاش می‌ورزیدند به نزد مالک به نزدیک نشستن، بر وقت می آمدند، مسابقه میکردند. ناگاه یک مرد خست و گفت که ای امام، من از مسافه آمدم که مدت 6 ماه این جانب در سفر هستم. میگویم از همین تونسی حاضره آمدگی است. آمدم و مسئله مردم دیار خود را جمع کرده آمدم تا اینکه شما را بپرسم. بعد امام مالک گفتن که بپرس. وقتی که سوالهایش را داد امام مالک گفتن که نمیدانم. او حیران شد، گفت که چه خیلی نمیدانید؟ یعنی من از مسافه 6 ماهه راه آمدم، با 6 ماه دیگر راه طی کرده میروم. وقتی که مردم مرا میپرسد من چی جواب دهم؟ گفتن که قل لهم مالک لا یدری، بگو در نزد آنها که مالک نمیداند به این سوالها جواب را. قل لهم مالک لا یدری، بگو به آنها رفته که مالک نمیدانست است. این پیام به تمام علما، به تمام مشایخ و طالب علمان و طالبچه های علم، به تمام مسلمان ها پیام است که باید همه از این امام بزرگواری که الله تعالی برایش قبول داده است پند گیرند. مگر قدر امام مالک پایان شد؟ امام شافعی میگن که لقد صحبت مالکا، من همراهی امام مالک هم صحبت شدم. امام شافعی از خردسالیشان امام مالک را لازم گرفتند. از همه شاگردی مبرزترین امام مالک امام شافعی هستند. لقد صحبت مالکا فسئل عن 48 مسئله، از 48 مسئله پرسیده شد روزه. فقال في 32 منها لا ادري، در 32 مسئله آن نمیدانم گفت. فقط از 12 مسئله جواب دادم. 48 سوال شد، به 32 تای آن نمیدانم گفته جواب دادن، به 12 تای آن جواب دادن. این برادرای عزیز قولی چهارم است، آنهایی که در این مسئله ها سکوت کردند. و برای چی سکوت کردند؟ برای شما سببهایش را نقل کردیم. کمی از اقوال صحابه ها و تابعین و امام ها نقل کردیم که برای چی علما از گفتن بعضی مسئله ها خودداری میکردن. فرشته ها را وقتی که الله تعالی پرسید گفتن که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارا ما در این باره علم نداریم، ما همین قدر علم داریم آن علمی که تو به ما دادی. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیده شدن که قیامت کی می شود گفتن که من مسئول عنها بعلم من السائل، در این باره پرسنده از پرسیده شده از پرسنده داناتر نیست. وقتی که حضرت ابوبکر و حضرت عمر را درباره کلمه ابن پرسیدن، هر دو گفتن که کدام آسمان برای ما سرپناه می شود، کدام زمین ما را می بردارد وقتی که در سخن الله تعالی بدون علم گپ می زنیم. به زانو می نشستند. علامه محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه کسی یک مسئله را بارها پرسیده است، در آخر به زانو نشستیم گفتیم که مرا از آن چیزی که نمیدانم نپرس. اینها امام ها و شخصیت هایی بودند که در علم مانند کوه بودند، وقتی که پرسیده شدند ما نمیدانیم میگفتند. و این بود خلاصه قول های اهل علم در این باره. و این اسلوب
اسلوب قرآن است. اگر به سوره کهف نظر کنید، الله تعالی میگوید که سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، درباره عدد اصحاب کهف. اصحاب کهف آنهایی که در یکی از غارها 300 سال اضافه خواب کردند و باز بیدار شدند، چند نفر بودند؟ الله تعالی میگوید که سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم. زود است که مردم در این باره میگن که آنها 3 نفر بودند، چهارمین آنها سگی آنها بود. و یقولون خمسه و سادسهم کلبهم رجما بالغیب. و بعضی ها میگن که آنها 5 نفر بودند، ششمین آنها سگی آنها بود، رجما بالغیب. این سخنها را چخیلی که یک انسان سنگ را در شب تاریک نمیداند که به کجا رفته میرسد، بدون علم هوا میدهد، همین گونه این سخنها را به علم گفتند. یعنی ببینید در یک مسئله 2 قول را نقل کرد. و یقولون 7 و ثامنهم کلبهم. و بعضی آدم ها میگویند که آنها 7 نفر بودند و 8مین آنها سگی آنها بود. یعنی در اینجا الله تعالی همگی درباره عدد اصحاب کهف چند قول است همش را نقل کرد و به 2 قول بالایی رد زد و به قول سیوم رد نزد، برای آنکه الله تعالی عالم الغیب و الشهاده است، عالم غیب و شهادت. غیر الله تعالی ببینید پیغمبرها ندانستند، فرشته ها ندانستند، صحابه ها ندانستند، امام ها ندانستند. بنابراین طالب علم باید در این مسئله ها پرهیز کند و من باب اولا شخصان عامی، شخصی که علم ندارید در این مسئله ها خوض نکنید، بدون علم گپ نزنید که فردا به هر یک سخنی که میگویید در پیشگاه پروردگار جواب داده میشه. و در آخر 5 نصیحت به شما میکنم. نصیحت اول این است که کوشش کنید از شرکت های مسلمان ها خرید. نصیحت دوم این است که به تاجران و سوداگرها و میلیونر و میلیاردرهای مسلمان ها این است که شما هم به تجارت خود اهمیت دهید. وقتی که ما گوییم که مسلمان ها را از مسلمان ها خرید، میگم که اون صفتی که در نایک هست در دیگر لباس ها دیده نمیشه. شاید یک پای افضالش را دیدم $100,000 است، یک پای افضالش را دیدم 175,000 یورو است. و خانه میتید به این پول. و مسلمان ها نمیتوانند چیزهای به صفت و یعنی که چیزهای عالی برارند. به یک یعنی که تا سالهای 2020 سالانه $1,400,000,000 فقط برای اعلانش صرف و خراجات میکرده است شرکت نایک. در یک سال $1,400,000,000 فقط برای رکلام. سال 2020 $3,600,000,000 صرف کرده است برای رکلام فقط. بودجتش نه فقط بودجتش، صرف و خراجات فقط رکلامش از بودجت بسیاری از دولت ها کلان است. مسلمان ها برای چی نمیتونن؟ و نصیحت دیگر این است که احتیاطاً نخریدن این لباس بهتر است. احتیاطاً. و اگر رفتو داشته باشید یگان حرفی از حرفهای آن را کمی تغییر دهید، به احتیاط نزدیک است. مسئله 4، نصیحتی 4 با آن آدم هایی که علم ندارید در این مسئله و در دیگر مسئله ها هم سخن نکنید. مادامی که دیدید که یک انسان لباس نایک دارد علم نداشته باشید سخن نکنید، برای آنکه بدون علم سخن کردن گناه عظیم است، گناه کبیره است، به علم سخن کردن. بنابراین خودداری کنید و این منکر نیست که شما اینه انکار کنید. من رأى منکم منکرا
فلیغیره بیده. کسی که اگر منکر را بیند تغییر دهد. گفتن بینید که یک انسان عرق نوشیده ایستاده است، با اجماع علما حرام است. دیدید که مواد مخدر استفاده برده ایستاده است، با اجماع علما حرام است، انکار کنید. لیکن وقتی که دیدید که در مسئله اختلاف است، 99% علمای اسلام سکوت کردیان، برای چی شما یک شخص عامی در این باره گپ میزنید؟ نصیحت پنجم، در نقل کلام و نقل فتوا احتیاط کنید. با معنایش نقل نکنید، با لفظش نقل کنید. امروز نقل فتاوا با لفظ و با معنای و با صورتش برای ما آسان گشته است که همین گونه میگیرید و یک پدیلیت میکنید، عیناً همین سخن نقل کرده. شما نمیتوانید همه این را چه خیلی که شنیدید نقل کنید، همین گونه نقل کنید چه خیلی که هست و سخن را درست فهمید. آن چیزی که در اینجا غیر این نصیحت، 5 نصیحتی که به شما کردم، باقی موندهش سخنهای من نیست. من فقط برای شما سخنهای اهل علم را جمع کرده رسانیدم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.